خب کم کم فکر میکنم باید زمانش برسه که سعی کنم محتوای چنل رو ببرم سمتی که یه مقدار نظاممند باشه که بشه محتواهای زیادی ازش تولید کرد. چون روندی که تا الان پیش گرفته اینطوریه که من داخل هر ویدیو میام و در مورد یه موضوعی که معمولاً حالا یا روانشناسی یا هر چیز دیگه صحبت میکنم و این بدیش اینه که خب به هر حال حرفای آدم از یه جایی تموم میشه و معمولا افرادی که محتواشون اینه که بیان در مورد مسائل جدی صحبت بکنن، زمانی که محتواشون تموم بشه، یعنی حرفاشون تموم بشه، شروع میکنن به چرت و پرت گفتن یا تولید علم میکنن و از اینجور چیزا و دلم نمیخواد به اون مرحله برسه. چرا هنوز یه سری حرفها برای گفتن دارم، ولی خودم میدونم که زمانی که حرفام تموم بشه زمانیه که احتمالاً دیگه محتوای یوتیوب هم قراره تموم بشه. پس باید نظاممند بشه این محتواها، اونم به سمت کتاب، چون حرفم همینه و یکی از اهداف یوتیوب هم اینه که من بتونم از طریقش فروشگاه هم رو تبلیغ کنم. پس دلم میخواد که محتواهام یه چیزی باشه تو مایه های احسان منصوری، کاری که احسان منصوری با فیلم انجام میده رو دلم میخواد که بتونم با کتاب انجام بدم. کتابی هم که امروز آوردم فانوس خاطرات گم شده است، کتابی که داریم داخل استوری این اینستاگراممون معرفیش میکنیم. معرفی کاملش رو میتونید داخل این اینستاگراممون ببینید، هایلایت میشه معرفیش. احتمالاً یه چند تایی هم پست در موردش بسازیم. کتاب به شدت خوبی. خب کتابی که اینجاست نویسندش یه ژاپنیه و اگر من رو از داخل این اینستاگرام بشناسید میدونید که چقدر روی نویسنده‌های ژاپنی تعصب دارم، روی داستانای کلا آسیای شرق، ادبیات آسیای شرق رو من خیلی 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 دوست می‌دارم. یه شرق زده شرقگرای شرق پرستم. خب نویسنده داخل این کتاب یه سبک خیلی 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 جذابی داره برای من. نمیدونم ایسکای به حساب میاد یا نه. ایسکای یه سبکیه داخل ژاپن، داخل ادبیات ژاپن، مخصوصا انیمه و مانگا و اینا، که نویسنده میاد و کرکتری رو میکشه و بعد از اینکه اون کرکتر میمیره وارد یه دنیای دیگه میشه و ادامه داستان از اونجا روایت میشه. خوبیه ایسکای اینه که دست نویسنده رو در خلق یک جهان به شدت بزرگ باز میگذاره که بتونه تمام ریز جزئیات اون دنیای جدید رو خودش بسازه و همچنین این فرصت رو به خود اون کرکتر میده که خودش رو در یک جهان کاملا جدید ببینه. مثلا زمانی که ما داریم کتابی مثل شوالیه 7 اقلیم رو میخونیم از مارتین که اینجاست، مثلا زمانی که ما داریم شوالیه 7 اقلیم رو میخونیم، کرکترهایی که داخل این کتاب وجود دارن داخل این دنیا به دنیا اومدن، داخل این دنیا بزرگ شدن. پس هیچ چیز دنیای این کتاب نمیتونه براشون جدید باشه. پس مثلا اگر یه اژدها ببینن کاملا اوکی، خب این یه اژدهاست، حالا یا باید فرار کنیم اگر خطرناک باشه یا مثلا باش مبارزه کنیم یا ازش سواری بگیریم. اما زمانی که ما با ایسکای طرفیم، این فرصت به اون کرکتر داده میشه که بتونه بیشتر اکسپلور کنه، بیشتر ماجراجویی کنه، بیشتر رمز و راز دنیای جدید رو کشف بکنه و همزمان خود مایی هم که بیننده یا خواننده هستیم هم دقیقاً همون علامت سوال هایی که برای کرکتر ایجاد میشه برای ما هم ایجاد میشه که خب اوکی، الان ما وارد یه دنیای جدید شدیم، اینجا یه فضای کاملا جدیده، هیچ ایده ای ازش نداریم، احتمالاً خیلی با جهان قبلی که داخلش زندگی میکردیم فرق میکنه و کلی چیز هست که باید کشفشون کنیم یا حتی یاد بگیریم. این سبک از نوشتن که حالا بهش میگن ایسکای خیلی داخل ژاپن مرسومه. نمیگیم که فقط مخصوص ژاپنه، داخل ادبیات بقیه کشورها هم بوده، اما چون ژاپنی‌ها خیلی ازش استفاده میکنن بهش میگیم ایسکای. حالا نمیدونم به این کتابم میشه گفت ایسکای یا نه، شاید هم یه مقدار رئالیسم جادویی باشه. ولی بچه‌ها داستان کتاب در مورد یه عکاسخانه هست، یه خانه‌ای که داخلش عکاسی انجام میدن و در واقع این عکاسخانه دنیای پس از مرگه، برزخه، یه جورایی یه پلی که بعد از مرگه ولی همچنان قبل از بهشت و جهنم و اون قضاوت آخره و کرکترها زمانی که میمیرن وارد این عکاسخانه میشن. یه کرکتری اونجا هست که به شدت کرکتر جذابیه و اون کرکتر بهشون میگه که خب اوکی شما مردی عزیزم، خدا رحمتت کنه، از الان که اینجا هستی من با شما
از شما پذیرایی میکنم و وظیفه‌ام در اینجا اینه که شما رو آماده کنم برای رفتن به دنیای بعد از مرگ. و برای هر کدوم از کسایی که میان داخل اون عکاسخانه یه جعبه پر عکس آورده میشه که اون کاراکترها باید به ازای سالهای زندگیشون یه عکس انتخاب کنن. یعنی در واقع اون جعبه پر عکس شامل 365 عکس به ازای هر سال از زندگی اون شخصه. یعنی اگه یه بچه 1 سال عمر کرده باشه فقط 365 تا عکس اونجا هست. و حالا یکی از کاراکتر اول کتاب که 92 سال عمر کرده، به ازای 92 سال عمرش به ازای هر سال 365 تا عکس اونجا هست که این کاراکتر چون 92 سال عمر کرده باید 92 تا عکس برداره و در آخر حالا اون تایمی که در اون عکاسخانه هست، زمانی که این عکس ها رو از بخش‌های مختلف زندگیش انتخاب کرد، یه دونه فانوس برای اون کاراکتر ساخته میشه. اون کاراکتر میتونه تصاویری که داخل اون فانوس گذاشته میشه رو برای آخرین بار ببینه و راهی بهشت یا جهنم میشه. یه جورایی همون قضیه است که میگه زمانی که میمیریم زندگی از جلو چشمون رد میشه. در این کتاب اینطور توصیف شده که مثلا زندگی اون کاراکترها به صورت از قالب یک فانوس از جلوشون رد میشه. و یه نکته جالبی که این کتاب داره اینه که نویسنده این کتاب قالبی رو برای خودش ساخته که با استفاده از این قالب تا ابد میتونه داستان بنویسه. این کتاب شامل 3 تا داستان کوتاهه، یک پیرزن، یک یاکوزا و یه دختر بچه، که ما بتونیم رفتار اون متصدی عکاسخانه با 3 نفر داخل رنجای سنی مختلف رو ببینیم که با هر کدومشون چطور رفتار میکنه. یکی یه پیرزن خیلی مهربونه، یکی یه یاکوزاست یا همون یه مافیای ژاپنیه که خب ممکنه خشن باشه زندگیش، و در آخر هم یه دختر بچه‌ای که به قتل رسیده. و هر کدوم از اینها احتمالاً برخوردهای متفاوتی باید با این کاراکتر اصلی داشته باشن و دیدنشون به شدت میتونه جذاب باشه. یه نکته‌ای که داخل کتاب هست اینه که میاد به هر کدوم از کاراکترها میگه که خب کدوم خاطرات رو از همه بیشتر دوست داری، یا مثلا خود کاراکتر میگه که دنبال یکی از خاطراتم میگردم، دنبال یکی از عکسای خاطراتم میگردم ولی پیداش نمیکنم. و زمانی که پیداش میکنه میبینه که اون عکس چندان کیفیت خوبی نداره و اینجاست که عکاسخانه متصدی عکاسخانه بهشون میگه که ما میتونیم به این تاریخ داخل برگردیم و تو دوباره این عکس رو بگیری تا بتونیم آخرین تیکه فانوست رو بچینیم. و این خودش فرصتیه که نویسنده به خودش داده تا بتونه اون کاراکتر پردازیه رو به شدت پخته تر کنه. ما برمیگردیم به یه روز خاص از زندگی اون شخص و اون شخص فرصت این رو داره که برای ما زندگیشو تعریف کنه و ما غرق اون داستان بشیم. خودم بخوام نمره بدم یه نکته هست در مورد داستان دوم که دلم میخواد اینجا بهتون بگم، چون در مورد یاکوزاست. خب یاکوزا یه جا برمیگرده میگه که اینجا به این تاریخی که برگشتیم هنوز انگشت کوچیکمو دارم. تو فرهنگ یاکوزا اگر اشتباه نکنم قطع کردن هر کدوم از انگشتا یه معنی داشت. مثلا انگشت شست تو زمانی قطع میکنی که اگر حالا به رئیست مثلا خیانت کرده باشی. این اگه اشتباه نکنم مثلا به بیزنس مربوطه، انگشت فاک به زن مربوطه اگر به خاطر حالا یه زنی یه اشتباهی کردی، چه میدونم با زن رئیست خوابیدی یا همچین چیزی، بعد انگشت وسطت قطع بشه. این دوتا بی‌معنی هن. یعنی آره میشه گفت زمانی که یه گناه بزرگی انجام دادی ولی شامل این 3 تا نمیشه، یکی از این دوتا رو قطع میکنی و این کاراکتر هم انگشت کوچیکش رو قطع کرده بود. اینو داخل نمیدونم کجا خونده بودم، اگه پیدا کردم دقیقش رو روی صفحه براتون می‌نویسم. فکر نکنم حال داشته باشم که بخوام برم بگردم. در کل این کتاب به شدت ارزش خوندن داره. بخوام نمره بدم، به داستان اول نمره بالاتری میدم. داستان دوم شروعش میشه گفت یه مقدار از نظر من ضعیف‌تر از اول بود، چون به نظرم اون شوکی که کاراکتر اول وقتی وارد عکاسخانه میشه پیدا میکنه رو داخل داستان اول بهتر نمایش داده بود. ولی یه حیفی که دارم اینه که چرا تموم شد. میدونی منظورم اینه که این کتاب پتانسیل اینو داشت که نویسندش بخواد تا آخر عمرش بنویسه. ما یه بیسی ساختیم که آقا یه عکاسخانه‌ای هست و داخل این عکاسخانه یه کاراکتری به اسم هیراساکا هست که از مرده ها پذیرایی میکنه و اونها رو آماده برای رفتن میکنه و در این بین اون کاراکترهایی که حالا مردن و الان اینجان فرصت این رو دارن که داستان زندگی خودشون رو بگن.
این یعنی بی نهایت داستان میشه در این قالب گفت. هر کدوم از این کاراکترها که بیان داخل اون عکاسخانه بیشمار داستان دارن که میتونن تعریف کنن، واکنشاشون رو ببینیم و حیف که این داستان تمام شد. البته از یه نظرم خوشحالم که تموم شد، چون مغز خواننده مثل من رو کاملا باز میگذاره که بتونم داخل این قالب هزار خیال پردازی کنم و خودم رو جای یکی از اون کاراکترها بذارم و بگم که اوکی الان اگر من برم پیش هیراساکا قراره که برگردم به کدوم خاطرم و عکسش رو بگیرم و بخوام داستانش رو تعریف کنم و اینا. حیف که تمام شد. اما در مورد خوندنش اگر میخواید بخونیدش، من بهتون پیشنهاد میکنم که تا صفحه 121 بخونید. کل کتاب اگر اشتباه نکنم 127 صفحه هست. تا صفحه 121 بخونید. خودتون وقتی به این صفحه برسید میفهمید که چرا اینو گفتم. صفحه 121 یه پایان بندی خیلی جذاب هست، از اون دسته از پایان بندیایی که خیلی سلیقه منه و اینطوریه که خب میگه تمام شد دیگه، بسه، خدا رحمتش کنه. داستانش این بود و آره در اوایل داستان سوالات زیادی ایجاد میشه، ولی در طول داستان به تک تک اون سوالات جواب داده میشه. حتی هویت خود هیراساکا که کیه، اینجا چیکار میکنه، اصلا اون ماهیت اون عکاسخانه چیه، به همه این سوالا جواب میده و به نظر من کاش این کار رو نمیکرد. چون میدونی یه سبکی که جدیدن داره باب میشه مخصوصا داخل ژاپن و من خیلی دوستش دارم اینه که میاد ما رو با یه کاراکتری آشنا میکنه، مثلا از هفته اول یه ماهی تا مثلا ماه بعدش ما فقط با این کاراکتر همراه هستیم و داریم زندگی روزمره اون کاراکتر رو میبینیم و زمانی که تموم میشه نه داستانی روایت شده، نه هدفی پشتش بوده، نه پیامی داشته. ما صرفا زندگی یک کاراکتر رو دیدیم و این وحشتناک برای من جذاب بود وقتی که اولین بار باش مواجه شدم. یکی از انیمه های خوبی هم که جدیدن اومده و طبق این داستان میشه جاش داد، انیمه لوک بکه که خیلی جذابه. کاش اینم اون سبک رو پیش میگرفت. ما شاهد زندگی عرفانی یک کاراکتری به اسم هیراساکا باشیم که ایشون وظیفش اینه که مردگان رو به آرامش برسونه و اونها رو آماده کنه برای دنیای بعد از مرگ. در کل کتاب به شدت جذابیه. قلم خیلی روانی داره، ترجمه خیلی خوبی داره، کاراکترهای خیلی قوی داره. من چند جایی واقعا اشک شوق ریختم، اشکی که حاصل آرامش باشه. مثلا فرض کنید که مردید، تو دنیای پس از مرگید و دارید خاطراتتون رو مرور میکنید، اون دسته از خاطرات شیرینتون رو، و یه حس آرامشی داره از اینکه خب اوکی تمام شد دیگه، کاری نمیشه کرد و فقط میشه ازش لذت برد. این حس رو واقعا به من داد که مردم و دارم خاطرات خوبم رو مرور میکنم. به نظرم به شدت که موفق بوده این رمان، با تشکر از نشر مون. قیمت خیلی خوبی هم داره، البته داخل ویدیو نمیگم چون احتمالاً این ویدیو رو در آینده هم افرادی بیان و ببینن و اون موقع قیمتش احتمالاً تغییر کرده. الان هم دلم میخواد که بخشی از کتاب رو براتون بخونم و در آخرم یه سری نکات رو بهتون بگم. بانوی سالخورده همین که شنید به آرامی صدایش میکنند وحشت زده بیدار شد. کجا بود؟ به نظر می رسید به پهلو روی مبلی دراز کشیده است. سقف بالای سرش ناآشنا بود و روبرویش مردی بود که نگران نگاهش میکرد. نکند گرم و زده شد و غش کرده. آن اواخر هوا خیلی گرم شده بود، ولی وقتی سعی کرد به یاد آورد که چه اتفاقی افتاده است حافظه‌اش یاری نکرد. بگذار ببینم. اسمم هاتسو است. 92 سال دارم و در توشیما توکیو به دنیا آمدم. با خودش گفت آخیش، مثل این که به کل همه چیز را یادم نرفته است. با این حال به چهره مرد که خیره شد نگران شد. اگر اسمم را می‌داند پس باید آشنایی چیزی باشد، ولی کی؟ نکند اسمم را از بین خرت و پرت‌هایم پیدا کرده است. در این حین که خاطراتش را زیر و رو می‌کرد سعی کرد صاف روی مبل بنشیند. آرام آرام خودش را بالا کشید بیان که فشاری به کمرش بیاورد. برای کسی که تازه غش کرده بود به نظر بدنش در وضعیت مناسبی قرار داشت. واقعا عجیب است. این مرد چه کسی است؟ در حالت عادی حتی اگر کسی ناغافل در خیابان به او سلام میکرد در نهایت یادش میآمد کیست و خوشحال از دیدنشان میگفت اوه شمایی؟ با کلافگی به این نتیجه رسید که بیشک دارد خرفت میشود. مرد گفت خوش آمدید، منتظرتون بودم. بانوی سال خورده محض اطمینان به خودش اشاره کرد و مرد با سر تایید کرد. خانم هاتسو ایاگی درسته؟ بله. نگاهش کرد.
مرد ظاهری آراسته داشت. پیراهن خاکستری یق دیپلمات پوشیده بود و شبیه پدر روحانی یا کشیشی خوشتنین به نظر می رسید و موهای بسیار مرتبی هم داشت. به نظر مهربان بود. دست کم ظاهرش که این را می گفت. ولی چیزی مرموز در رو بود. جذابیت چشمگیری نداشت ولی زشت هم نبود. چهرش معمولی بود ولی در عین حال یک جورایی آشنا میزد. مرد گفت من هیراساکا هستم. این عکاسی رو میگردونم. مدتی کارم اینه. یکهو یادش آمد عصایش کجاست. نکند وقتی قش کرد از دستش افتاده بود. هاسوی که به دور و بر اتاق نگاه میانداخت مرد شروع به توضیح دادن کرد. اون درهای سمت چپ میرسن به آتلیه اصلی. البته میشه تو حیاط هم عکاسی کرد. سمت راست هم اتاق انتظار و کارگاه قرار دارد. لطفاً بیاین این اطراف رو به شما نشان بدهم. ذهن هاتسو پر از سوال بود. مثل همیشه. منظورش چی بود وقتی گفت منتظر من بوده؟ صاحب عکاسی از بین این همه آدم با من چی کار داره؟ اصلا چطور از اینجا سر در آوردم؟ هیچ چیز یادش نمیامد. هیراساکا گفت از این طرف لطفاً. تصمیم گرفت بیخیال سوالهایش شود و با حواس جمع از جا بلند شد. خیلی وقت بود که بدون عصا راه نرفته بود. به مبل تکیه داد تا فشاری به پاهایش نیاید و آهسته حرکت کرد. در کمال تعجب بعد از مدتها حس کرد بدنش بهتر شده و درد همیشگی پایین کمرش به کل از بین رفته است. هیراساکا برگشت و گرم و مهربان آرنجش را جلو آورد. او را برد به اتاق انتظاری که آرام و دنج و راحت به نظر می رسید. مبل چرمی کهنه‌ای آنجا بود که خیلی خوب برق انداخته شده بود. میز چوبی قدیمی نیز همانقدر دلفریب به نظر می رسید. هاتسوه حس کرد این اسباب و اساسیه نه از سر دل بستگی به عتیقجات که بیشتر به دلیل مهارت خوب نگه داشتن وسایل اینجا بودند. بیشک این مرد جوان با وجود سن و سال کم سلیقه نابی داشت. دقیق‌تر که نگاه کرد از منظره زیبای مقابلش به وجد آمد. فانوس‌های سنگی پوشیده شده از خزه، درختان گیلاس با شاخه‌های خمیده و گل‌های زرد گیاه تسوابوکی. با خودش فکر کرد پس زمینه خوبی برای عکاسی با کیمونو خواهد بود. گوشه اتاق انتظار کابینتی قرار داشت که رویش کتری برقی، قهوه‌ساز سایفون و تعدادی فنجان چیده شده بود. هاتسوه فکر کرد که هیراساکا حتما خیلی اهل تمیزکاری است چون حتی یک ذره گرد و غبار هم روی آنها دیده نمیشد. جعبه بزرگی روی میز بود که توجهش را جلب کرد. الان براتون چای درست میکنم. با خودش فکر کرد که وقتش از سوالهایی بپرسد که ذهنش را مشغول کرده. عذر میخوام. هیراساکا برگشت و به او نگاه کرد. ببخشید که همچین سوال مسخره‌ای میپرسم ولی هیراساکا گفت خواهش میکنم بفرمایید. من میگم که احیانا من مردم؟ چشمان هیراساکا کمی گرد شد. بله راستش همین الان مردید. معمولا این موقع شرایط رو توضیح میدم ولی هر از گاهی مهمان خودش متوجه قضیه میشود. مثل شما که متوجه شدید. با این پاسخ سرراست احساس عجیب آرامش توأم با سردرگمی به او دست داد. البته به مهارت‌های کارآگاهی خودش هم افتخار کرد. چای خیلی خوب دم کشیده بود. نه زیادی غلیظ بود و نه زیادی رقیق. پیش از این فکر میکردم مردن بیشتر حس مردگی داشته باشد. مثلا یکی از آن پارچه های سگوش سنتی را روی سرش میگذاشتن یا جسمش توانایی عبور از اشیا را میافت. ولی نه، حتی سر سوزنی هم شبیه روح‌های معمولی نشده بود. فنجان چایی که در دست داشت، مزه چای، همه چیز درست مانند وقتی که زنده بود به نظر می رسید. هیراساکا روی صندلی مقابلش نشست و به او خیره شد. ولی همیشه فکر میکردم وقتی بمیرم و برم اون دنیا کسایی که منتظرم هستن رو پیدا کنم. مادرم، پدرم، همسرم، دوستانم یا حتی شاگردانم. در عوض هیراساکا سر راهش سبز شده بود. یک غریبه. یحتمل هیراساکا غم نگاهش را تشخیص داد که به او اطمینان داد. اوه نگران نباشین، اینجا فقط یه توقفگاه کوتاهه. همینطور که میبینی اینجا درست مرز بین زندگی و مرگه. و شغل شما هم اینه که اینجا به من خوش آمد بگی؟ بله، هرچند در واقع اینجا فقط یه جور توقفگاه بین راهیه. منظورت اینه که تو اون دنیا نیستیم؟ نه، هنوز نه.
من فقط یه جور راهنمام. ببینید وقتی به مردم میگی مردن، شروع میکنن به گریه و زاری یا غمگین میشن، بعضیا که تقریبا معرکه راه میندازن. شغل من اینه که کمی از شدت این ضربه کم کنم. به همین دلیل این عکاسی جوری طراحی شده که تا حد ممکن شبیه دنیای زندگان باشه. این بود از قرائت بخشی از کتاب تا شما با قلم این کتاب بیشتر آشنا بشید. باید بگم که داستان اول خیلی 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 شیرینه، خیلی خیلی جذابه، اما خب داستانهای بعدیش هیجان خیلی بیشتری دارن. همونطور که گفتیم قتل یک کودک هست و همینطور داستان زندگی یاکوزا. من همچنین زمانی که داشتم این کتاب رو میخوندم تو لپتاپم یه موسیقی هم پلی بود و داشتم اون رو گوش میکردم و این کتاب رو میخوندم و به نظرم خیلی به فضای کتاب میومد. کلا این کتاب به کسایی پیشنهاد میشه که میخوان چیل کنن، بشینن و از یه داستان خیلی خوب لذت ببرن. همچنین حالا درسته این شعاریه مقدار تبلیغاتیه، ولی به کسایی پیشنهادش میکنم که نه، در واقع جزو اون دسته از کتابایی که میگم قبل از مرگ باید بخونیدش، جزو اون دسته از کتابایی که حتما خوندنش میتونه یه آرامش خوبی رو به شما بده. من خیلی ازش لذت بردم. لینک اون موسیقی هم داخل دیسکریپشن میذارم که اگر دوست داشتید شما هم برید پلیش کنید و همزمان با خوندن این کتاب اون آهنگ رو هم گوش کنید. تجربه خیلی قشنگی میشه. و در آخر هم میتونم بگم که میتونید این کتاب رو از سایت ما خریداری کنید. اسم من امیرحسینه و اینجا داتاورس.